سلام دوستان گل عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو خفن دیگه از کانال ما از کانتر ایکس. قرار با هم دیگه امروز گیم پلی جذاب بازی اوتلاست یک و دوبله فارسی و بازی نویس کامل بریم. بچه بازی قرار با هم دیگه حالت متوسط بریم چون بازی همین جوری گاد و سخت هستش. آقا بریم تو گیم. دوستان من بازی واقعا بازی نکردم تا آخر و ازش مثل سگ میترسم. من گیم رو دانلود کردم ولی خب بازیش نمی‌کردم چون واقعا ترسناک بود. داری کدوم گوری میری آقای دکتر؟ ببین بچه‌ها این مرد فکر کنم دکتر یا روانشناس مهمی هستش. هولی شت. بچه‌ها چیز قطع شد. رادیو قطع شد اینجا. رادیو آنتن نمیده. یا ابوالفضل عباس یا خود خدا اینجا بعد اینجا خطریه نریم به نظر ما. آقا بنزین هم خیلی عزیز نریم فکرم داشته باشیم نمیدونم. هولی شت اینا چی هن؟ مدارک فعالیت های غیرقانونی. بچه من نمیخونمشون ولی خب شما خودتون بخونید دیگه. ویدیو پاس کنید بخونیدش. پس سلام میزنید اینجا. چند تا باتری واسه فکر کنم دوربینه. اوکی این از دوربینمون. هولی شت. او چه خفن. دید دهشه از خوش داره آجی. خوبه دیگه بریم. یا خدا. ای چرا بست؟ اینجا چیزی نداریم؟ نه. برای باز کردن سر یک در دکمه چپ رو بزن. چشم. جون چیه؟ What the fuck؟ خب یکی ساخه مدی که سگ بگه دهن سرویس. وقتی میدونی اینی که اون بالاست گوه میخوری میری توش. من نامیم توش ولی خوبه خده. بالاخره مهمه داشت دیگه موضوع واقعا. گفته با شیفت بدو. چشم. که درم باز نمیشه بریم دیگه آقا. بریم داشت دیگه در باز نمیشه. با کلیک کنترل بشین برو که. یا خدا جا بریم کام اونجا. Let's go. Holy Jesus Christ. Holy shit. لعنت بش. آخه کسی بگه مریضی اصلا چیت کمه نون آبت کمه میری اینجا. برو زندگی تو بکن دیگه. چه آهنگای سمی هم پلی میشه تو بازی. بنازم برقا هم رفت دیگه. الان هیچی نیست که بخوایم کاری کنیم روش. اینجا قشنگ متروکه است ها. قشنگ اوه قلبم بیناموس. چی بود؟ هولی شت. آقا بریم حاجی. الان که من قرار برم تو قطعا یه فقط بیا سراغم. مطمئنم کسی نمیاد خودشه. تو این چیه؟ این یه باتری. حاجی باتری که داره بمونه قطعا بس این قراره باتری اون بعضی جا تموم میشه. و هولی شت. کی بست؟ What the fuck؟
آجی این احماشای کیه؟ صدایی میاد. آجی در ببند الو کی بین این کیه؟ آجی این کی بود؟ هولی شت. آجی این کیه؟ آجی اینجا چقدر اتاق خیته. آن کتاب خونه است اینجا. Holy shit the fucking gate. آجی ستون فقرا داشت معلوم از اینجا. جین چقدر بد سرش رو قطع کردن یا خدا. سر کیه اینجا؟ Holy shit. یا خدا اونا ما رو کشتن و فرار کردن. نمیتونی با اونا بجنگی. داداش پشت در یه بسته نزدیک کنترل ایمنی قایم بشی. یزید این چیه کردن توت؟ باید قایم شی. چشم رفتیم درست. یا خدا جون کیه؟ چی گنده بود؟ عجیب که محسن بود ها. محسن بود آقا جان. محسن بود. آقا محسن بود. اینا هم بچه های گل گرامی هن. ماجی بذارم تو من در باز میشه اینا. خب بازش رو بید بیم. حالا بریم. بریم آقا سید از چه گفت. برو آقا تو یا خود پیغمبر. ببینم عموجانی کی هستی؟ عموجانی دیوونه. از نسخه دیوونه‌ش هستش. دستخوانده. من میبینم که لطف خداست که تو رو فرستاده. مراقب جونت باش فرزندم. Holy shit the fucking game. آجی دستم چون اینجوریه؟ بله منطقیه. آجی اینا که هر کسی رو میکشن چقدر بد میکشن. تمام اعماشو زده بیرون. گفتونی زندگی. همه رو هم فقط سراشون رو قطع میکنن. آجی اینو انقدر بد کشه سرش پاشیده رو دیوار. پاشیده رو زمین. دیوار چیه؟ یه پرونده. بچه حالا قبل از اینکه ادامه گیمو بریم منطقش اینه چی دوستان؟ منطقش اینه که ما با اینکه میبینیم که اینقدر اوضاع خیته هیچ سعی واسه فرار کردن از اینجا نمی کنیم. یعنی خاک بر سر خودمون و کلا خاندان. بله مرسی. خب اون که ما قطعا نمیریم. خدا لعنتت کنه شما. بیخیال. دشتی چی میگه؟ خواهد زماعت باش شما. بنازم جا نموده دیداشی همینجا چیز کردم که حالا این تو داداش. حالا این کجای عضو انسانه؟ چیه مثلا این؟ یا خدا قیافه رو اصلا استارش خدا تاجی داداش. با این درها کنون خریب است. ماکو بینم
کی بود؟ خب آجی هم که معلومه کارت چیز میخواد از بیخیال آجی رفت تو این در مرده؟ او ما باید تقاطعشو پس بدیم. چرا باید بمیریم؟ فقط واسه اینکه هنوز انسانی این انتخاب ما نبوده. داداش او آجی پرونده دیگه اینجاست. آجی اینو نگاه پشما. هولی مولی شت. خب آقا اینجا تموم شد. بریم اون ودیه. یا ابوالفضل اصلا علاقه ندارم برم اونجا. خدا شده درش باز نمیشه واسه نمیدیم تو فعلا در. پس این آقا جان این تو درش هم که بازه. من که آجی استادش قنبل کرده داره شما. خون پرونده بنازم چی هستن آجی حالا اینا؟ یا خدا داشت بر نگردی ها همینجوری اصرار سیگما بایستا قیافه رو. یا خدا ایواجی ایپاد تو گوششه؟ نه با تو گوشش نیست که ایواجی ایپاد تو گوششه پشما. یا ابوالفضل چه علاقه ندارم بیام اینجا داداش. چی نگاه میکنی عزیزم؟ زیباست؟ اوله اوکی. اینو نگاه قیافه اینو اوه خدا دستش چرا اینجوریه؟ میشنم پاش بعد آسیب دیده. با خدا هنجی زده از بریم ما فقط. هولی شت. خب اینم کارتش. خب دوستان گل عزیز اینجاست که قطعا یا اون بلند میشه میاد در اون میذاره یا این صفحه با هم دیگه همکاری میکنن در اونو میذارن دیگه. در اون گلن گذاشته میشه. در هر صورت ما اینجا به صورت خیلی ناگوانی در میریم. کمان برو لطفاً بیارش بیرون خواهش میکنم. لطفاً اگه نیارش بیرون اون میمیره. لطفاً یا برو بیناموس بیفانوس برو منو بیدم تو. نه اسکو چه دو خود بنده احمق بریدم بس کله خودتونو بیمارستان انتون. چی نمیشه مالا نمیشه پرو چی پلش کن. خب آقا اوکی آقا میشه قفلش کرد؟ ای بابا نمیشه. پیس سیستم هاجی بچه‌ها تو 2 مانیتور هم نازل هستش. گیمینگ فکر کنم. اوکی برقا نزنی ها. برقم رفتش. او خدا صدا میاد. وای نهت بت آجی هم فکرم مدگنده هست هم نیکلی هست هم محسن هست چی داداش برو ناموسن با اون هیکل گندت نه یا اینجا نه یا وای داده عوض میکنه آفرین آنجی برو ازم برو
برو دیگه بی‌ناموس. رفت آقا، رفتش آقا، رفتش. Holy shit. Holy Jesus Christ. یا خدا. آجی برو. برو اونور. چیز بدی میاد. یا خدا. آجی کم پشته؟ آجی کم پشته؟ به خدا چی یکم پشته به والله. نه کسی نیست آجی بیخیال. خب آقا خدایی که من فقط این پارت رو ضبط کردم واسه آزمایش ببینم علاقه به این پارت بچه‌ها ادامه بازی دارید یا نه. واقعا بازیش خیلی ترسناکه. خدایی خیلی بازیش ترسناکه. من نمیتونم طاقت اینقدر ترس واقعا ندارم، ولی خواهید دلتون میخواد اگه دوست داشتین حتما بچه‌ها کانال رو دنبال کنید، ویدیو لایک کنید، ازشون از ادامه این ویدیو که قراره حالا از گیم‌های دیگه بیاد حتما دنبالشون کنید و نگاهشون کنید، چون قراره کلی با هم بخندیم و بترسیم و حال کنیم. دمتون گرم که بچه‌ها تا همینجا ویدیو نگاه کردید. دمتون گرم واسه کردنتون. تا یک ویدیو دیگه دوستان.